بعضی از آدما وقتی وارد زندگیت میشن نه شبیه دشمنن نه شبیه قهرمان، نه با زور میان نه با فریب، میان میمونن و تو حتی نمیفهمی کی و چطور، ولی یه روز به خودت میای میبینی یه چیزی ازت کنده شده، اعتماد، انرژی، عزت نفس، نمیدونی چیه دقیقاً ولی یه جاش خالیه. ما به این آدما میگیم گربه صفت، ولی این فقط یه لقبه. پشت این کلمه یه دنیا روانشناسی نشسته، یه الگوی رفتاری پیچیده که باعث میشه آدم احساس گناه کنه در حالی که تحقیقات نشون میده بعضی از آدما دچار یه الگوی رفتاری خاصی هستن به اسم سگانه تاریک و چیزی که جالبه اینه که همه این ویژگی‌ها ممکنه توی ظاهر خیلی نرمال، صمیمی، حتی بامزه پنهون بشن. این آدما معمولا تو ارتباطاتشون مرموز، گرم اما کنترلگرن، مراقبن ولی نه برای حمایت، برای مدیریت کردن تو. حالا یه سوال مهم، چطور میشه فهمید طرف مقابلمون یه آدم گربه صفت به ظاهر بی خطره که داره از انرژیمون، از حواسمون، از اعتمادمون تغذیه میکنه بدون اینکه حتی خودمون بفهمیم؟ تو این قسمت از پادکست میخوام دقیق و علمی ولی خیلی صمیمی و روون با هم بررسی کنیم 5 تا از ویژگی‌های مهم افراد گربه صفت و اینکه چطور میتونیم قبل از اینکه دیر بشه بشناسیمشون. تا آخر این اپیزود با من همراه باش، چون شاید این بار برای اولین بار بتونی اون چیزی رو ببینی که همیشه جلوی چشمت بود ولی هیچ وقت ندیدی. تو روابط خطرناکترین آدما اونایی نیستن که فریاد میزنن، تهدید میکنن یا فحش میدن. خطرناکترینا اونایین که کاری میکنن خودت به خودت شک کنی. یه اتفاق ساده میفته، تو ناراحت میشی، یه چیزی اذیتت میکنه، میخوای حرف بزنی، دردتو بگی، ولی طرف مقابل با یه لبخند ملایم، یه نگاه خونسرد یا یه جمله خیلی معقول میگه من کاری نکردم. این همه فکر و خیال از خودته و تو یه لحظه میمونی واقعا مشکل از اونه یا از خودمه. اینجاست که یکی از مهمترین ویژگی‌های آدمای گربه صفت شروع میشه. اونا طوری رفتار میکنن که تو رو توی نقش قربانی مقصر بذارن. تو علم روانشناسی به این سبک رفتارا میگن دستکاری روانی، طوری که واقعیت رو زیر سوال ببری. این واژه اولین بار از یه فیلم قدیمی گرفته شد ولی امروز یکی از رایج‌ترین ابزارهای آدمای گربه صفت تو روابطه. طبق تحقیقی که تو Journal of Manipulated Behaviors چاپ شده، افرادی که سبک شخصیتی سگانه تاریک دارن بیشتر از هر کسی از دستکاری روانی استفاده میکنن، چون باعث میشه بتونن کنترل رابطه رو نگه دارن بدون اینکه مستقیم مقصر قضیه باشن. خب حالا نشونش چیه؟ همین که تو به مرور حس میکنی صدات بی‌ارزش، احساساتت اغراق‌آمیزه و قضاوتات اشتباهه و چون اون آدم داره خیلی آروم، منطقی یا حتی با لحن دوستانه باهات حرف میزنه، شروع میکنی خودتو زیر سوال بردن و این دقیقاً چیزیه که اون میخواد. حالا ممکنه بپرسی مگه این ویژگی فقط مخصوص آدمای سمی نیست؟ چرا بهش میگیم گربه صفت؟ بذار یه تمایز مهم بگم. آدم سمی ممکنه عصبی، پرخاشگر یا بی‌رحم باشه، ولی آدم گربه صفت مثل گربه خوشخط و خاله، آروم، بی صدا حرکت میکنه، نوازش میکنه، نگاه میکنه، حتی گاهی مراقبت هم میکنه، ولی همزمان داره ازت انرژی میکشه، تو رو ضعیف میکنه بدون اینکه بفهمی کی و چطور. و اینجاست که موضوع جدی میشه. خیلی‌ها به خاطر همین ویژگی تو رابطه‌ای میمونن که حس میکنن دارن خفه میشن، ولی چون هیچ نشونه واضحی از آزار نمیبینن خودشونو مقصر میدونن. آدمای گربه صفت تو رو وارد یه بازی ذهنی میکنن که آخرش فکر میکنی خودت مشکل داری و اونا همیشه قربانی هن. یه جمله مهم تو روانشناسی روابط هست که میگه آدمای ناسالم مرز رو نمیشکنن، آروم آروم جابجاش میکنن و این یکی از خالص‌ترین ویژگی‌های آدمای گربه صفته. وقتی وارد رابطه باشون میشی، حالا چه رفاقت باشه، چه رابطه کاری، چه عاطفی، همه چی خیلی خوبه. همه دلی ان، صمیمی ان، باهوشن، دقیقاً میدونن که چی بگن که حس خاص بودن بهت بده. اما همین که احساس امنیت کردی، همین که گفتی آره میتونم بهش تکیه کنم، رفتار شروع میکنه به تغییر. نه یه دفعه، نه واضح، آروم، حساب شده، نرم. تو علم روانشناسی رابطه اینو به عنوان یه فرایند تدریجی میشناسن که توش یکی از طرفین طوری باهات رفتار میکنه که کم کم دیگه یادت میره چی برات مهمه، چی راحتت میکنه، چی آزاردهنده است و کی باید بگی نه. چون اون آدم با صمیمیت زیاد، با حس حمایتگری شروع میکنه یه چیزایی رو زیر سوال بردن. مثلا واقعا انقدر برات مهمه تنها باشی؟ مگه من اذیتت میکنم؟ چرا هر وقت با دوستات میری بیرون حال منو درک نمیکنی؟ تو همیشه اینطوری سردی؟ من فقط میخوام
نزدیکت باشم. اینا حرفای معمولی هن. ولی قدرتش اینه که تو تکرار 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 اتفاق میفته و آدم گربه صفت بلده چطور از صمیمیت استفاده کنه. این قانون عوض میشه. یه حس عجیب میاد وسط، یه جور رقابت که دیده نمیشه اما حس میشه و بدتر از همه تا اولش نمیفهمی از کجا داره میاد. بذار علمی‌تر بگم، تو روانشناسی به این پدیده میگن رفتارهای رقابتی پنهان. طبق مقاله‌ای از دانشگاه بریتیش کلمبیا، افرادی که درونگرا هستن ولی تمایلات نارسیستی یعنی خودشیفتگی پنهان دارن، اغلب تو روابط نزدیک وارد یه بازی رقابتی میشن که هدفش یکیه. این رقابت پنهان خسته کنندتر از رقابت آشکاره، چون نمیتونی باهاش بحث کنی، نه حتی مطمئنی واقعا رقابت میکنه. یه جور ته دلت که میگه تا وقتی معمولی باشی من راحت ترم. و مهمه بدونی آدمای گربه صفت بهت نزدیک میشن نه چون تو رو تحسین میکنن، بلکه چون میخوان احساس برتری کنن و تا وقتی حس کنن یه سر و گردن ازت بالاتره، رابطه براشون امنه. ولی اگه ببینن داری بالا میری، یه جوری دیگه میشن، آروم ولی سمی. تو روانشناسی یه حالتی هست بهش میگن گناه آفرینی. یه تاکتیک خیلی هوشمندانه که خیلیا بدون اینکه بفهمن توسطش کنترل میشن. یه مطالعه از دانشگاه ییل نشون داد وقتی کسی به طرز هدفمندانه باعث میشه تو احساس گناه کنی، میتونه رفتارت رو به شدت تغییر بده بدون اینکه خودش مستقیم فرمان بده. مثلا وقتی تو میخوای مرز بذاری و میگی امروز نمیتونم باهات باشم، یکم میخوام تنها باشم، جوابشون چی میتونه باشه؟ یه جمله معمول، خب یعنی من برات مهم نیستم؟ تو همیشه داری منو تنها میذاری، پس من چی؟ اینجاست که حس گناه شروع میکنه بازی با تو بدون اینکه بخوای هیچی نگفته فقط مرز گذاشتی، اما حالا داری احساس بد میکنی چون فکر میکنی شاید واقعا اون تنها مونده باشه، شاید من ناراحتش کردم. این نوع رفتار گناه آفرینی مغز ما رو در وضعیت بحران اجتماعی قرار میده. وقتی مغز در این حالت باشه، به جای تصمیم گیری منطقی دنبال آرامش فوری میگرده و بهترین راه هم معمولا کوتاه اومدنه. خلاصه این که گربه صفت‌ها از احساس گناه به عنوان یک قفل استفاده میکنن. قفل میکنن تو رو توی رابطه، حتی وقتی تو داری تلاش میکنی بیرون بیای. پس بدون هر وقت تو رابطه ای احساس گناه میکنی، فقط به خاطر اینه که نیازهای خودت رو بیان کردی، بدون که تو بازی گناه آفرینی گیر افتادی. چرا بعضیا انقدر خوب تو ذهن ما میتونن خونه بسازن؟ چطور اونقدر مهارت دارن که ما باور کنیم مشکل از خودمونه نه از رفتار اونا؟ اینجا باید بریم سراغ یه مفهوم علمی که بهش میگن گازلایتینگ یا روش روانی تحریف واقعیت. تحقیقات روانشناسی نشون داد که گازلایتینگ یه تکنیک روانی بسیار پیچیده است که توش فرد با جملات، رفتارها و تغییرات تدریجی میذاره طرف مقابل شک کنه به واقعیت‌ها، احساسات و حتی حافظه خودش. این رفتار دقیقاً مثل یه ویروس توی مغز کار میکنه، اونقدر که طرف مقابل کم کم دچار سردرگمی میشه، شک میکنه به خودش و اعتماد به نفسش پایین میاد. گربه صفت‌ها استاد این بازی‌ها. اول میذارن احساس صمیمیت ایجاد بشه، بعد کم کم خطای رفتاری خودشون رو توجیه میکنن و به جای اینکه عذرخواهی کنن میگن تو داری اشتباه میکنی، داری زیادی حساس میشی. یه تحقیق جالب در دانشگاه نورد وستر نشون داد که گازلایتینگ میتونه باعث بشه افراد تا چند درصد دچار مشکلات روانی عمیق مثل اضطراب و افسردگی بشن. نه گفتن حق توه، نه یه کار خشکه و نه چیزی که باید پنهونش کنی. علم میگه که مغز ما برای مرزبندی سالم ساخته شده. وقتی به درستی نمیگی، در واقع داری به مغزت این پیام رو میدی که من برای خودم ارزش قائلم و این یعنی سلامت روان. تحقیقات دانشگاه هاروارد نشون میده که افرادی که توانایی گفتن نه رو دارن از سلامت روانی بالاتری برخوردارن، استرس کمتری دارن و روابطشون سالمتره. حالا چطوری به گربه صفت‌ها نبگی بدون اینکه دوباره گرفتار بازی احساس گناه بشی؟ 1. مرزت رو شفاف اعلام کن بدون عذر و بهونه. مثلا الان وقت ندارم، بعداً صحبت میکنیم. لازم نیست دلیل اضافه کنی یا توجیه کنی. 2. صداقت و کوتاهی در حرفا. توضیحات طولانی و واکنش‌های احساسی بازی رو پیچیده میکنه. کوتاه باش و با آرامش نبگو. 3. حفظ آرامش و عدم واکنش به تحریک‌ها. وقتی گربه صفت‌ها شروع میکنن به گناه آفرینی، تو سعی کن آرامش خودت رو حفظ کنی و واکنش رو تند ندی. 4. یادآوری درونی. تو حق داری برای خودت تصمیم بگیری. یادت باشه تو مسئول احساسات دیگران نیستی، تو مسئول آرامش و سلامت روانی خودتی. امیدوارم این پادکست تونسته باشه بهت کمک کنه دنیا رو بهتر بشناسی و آدمایی که کنارت رو با دید بازتر ببینی. پیروز باشید.